همیشه مطالعات ژئوتکنیک شروع احداث هر طرح عمرانی هست. آزمایشات مختلفی در سایت پروژه انجام میشه که آزمایش پروژه برجا یکی از آنهاست. جهت پایداری دیواره‌های گود و تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک از آزمایش برش برجا استفاده میشه که به علت حفظ بافت و ساختار خاک در حالت دست نخورده نتایج آزمایش به واقعیت بسیار نزدیک خواهد بود. ما در مجموعه آرمان مفتخریم که کلیه مطالعات حوزه ژئوتکنیک را همچون دیگر بخش‌ها به بهترین نحو به شما عزیزان ارائه دهیم.